بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم آمین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفسای یاد خدای که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. ممنونم که وقت میگذارید و برنامه خودتون یاد خدا رو هم مثل گذشته همراهی میکنید. توی این نوبت یاد خدایی که همراه هست با یاد حبیبه خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون هم در مکانی مقدس، یعنی امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام در یک حرم باصفا در شهر مقدس قم. انشاءالله که شما هم بعد از زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی زود مشرف بشید و اینجا ظاهر با معرفتشون باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید به یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این پنجمین برنامه‌ای هستش که من افتخار دارم خدمت حاجی صبوحی عزیز باشم و مباحثشون رو بشنوم، مثل شما استفاده کنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم از لطفتون. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم تا این جلسه از این مباحث استفاده کرده باشید و توفیق داشته باشیم بازم در خدمتتون باشیم و همه با هم از محضر پرفیض سوره مبارکه صف و انشالله بیانات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده کنیم انشاءالله. خیلی ممنونم. ما رسیدیم به آیه 14 یا به تعبیر آیه آخر سوره مبارکه صف. آیه ابتداییش که در ارتباط با تسبیح خدای بزرگ متعال بود. آیه دوم تا آیه 4 در ارتباط با توبیخ کسانی بود که به شعار و حرف گفته بودن ما پای کار خدا هستیم اما در عمل در جا زدن. لما تقولون ما لا تفعلون. آیات 5 تا 9 در واقع توصیف یهودیان و دشمن شناسی بود. آیات 10 تا 13 در ارتباط با انصار الله و یاریگری دین خدا و اینها بود و رسیدیم به آیه 14 که حالا تبیینش باشم. بسیار ممنون از یادآوری سنجیده و به جایی که داشتید. همونطور که قبلا هم عرض کردم این سوره 4 بند 4 پاراگراف داره. حالا ما در اصطلاح تدبر میگیم سیاق. 4 سیاق داره. 3 تا سیاق اول که اشاره فرمودید. سیاق 4مش از آیه 10 تا 14 که ما آیه 10 تا 13 رو به عنوان یه فراز توضیح دادیم. و حالا انشالله آیه 14 رو اگه یادتون باشه تو بحث آیات 10 تا 13 کلمه تجارت رو یه مقدار روش تأکید کردیم. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت، که گفتیم در حقیقت خدا به همین نگاه داره به ما نگاه میکنه که ما اهل معامله ایم، اهل تجارتیم و 2 تا 4 تا میکنیم، ماشین حساب به دستیم، چرتکه به دستیم. میگه خب حالا شما میخوای معامله کنید بیاید یه معامله خوب و پرمنفعت نشونتون بدم، شما با جان و مالتون بیاید تو صحنه، من این نجات از جهنم و ورود به بهشت و مسکنهای نیکو و مغفرت و نمیدونم پیروزی و نصرت الهی و همه اینا رو من نصیبتون میکنم. یک معامله بسیار پرسود، هم مادی هم معنوی، دنیایی و آخرتی. در آیه 14 فاز بحث عوض میشه و به نظر حقیر تو آیه 14 مخاطب کسانی هستند که آیات 10 تا 13 رو عمل کردن، از این مرحله رد شدن تا رسیدن به اونجایی که مخاطب آیه 14 بشن. کیان؟ یا ایها الذین آمنو. بازم مؤمنان مخاطبن، اما مؤمنانی که دیگه الان حرف خدا با اونا سر معامله و تجارت نیست. خطاب به اینا خدا میفرماید کونوا انصار الله، انصار الله باشید. انصار الله، کلمه انصار جمع ناصره. ناصر یعنی یار و یاور. ما تو زبان عربی یه وقت یه رفتاری رو با فعل بیان میکنیم، یعنی میگیم فرض تو فارسی هم همینطوره، البته تو فارسی مثال بزنم که روشن‌تره.
میگیم فلان کس پدرش را یاری کرد یا پدرش را یاری میکند. این یه فعله. یاری کرد، یاری میکند یه فعله. اگر یه پسری یه دختری در خدمت پدر یا مادرش باشه، یه آبی دستش بده، غذایی براش بپزه، خدمتی بهش بکنه، میگیم یاری کرد، کمک کرد. اما به صرف اینکه یه نفر یک بار یاری کنه، 2 بار یاری کنه، بهش نمیگیم یار. ما زمانی به کسی اطلاق کلمه یار میکنیم، صفت یار بهش میدیم که دیگه یاری کردنه شده جزء صفتش شده، ویژگی های جدایی ناپذیرش. یعنی اومده تو احسن صفت وجودیش شده، از اون حالت یک رفتار فراتر اومده. میگن اگر یک رفتاری رو انسان انجام بده که خب انجام داده، تکرار کنه، این عادت میشه، ملکه ذهن، باز تکرار کنه ملکه میشه، باز تکرار کنه میشه فصل مقوم. فصل مقوم یعنی جزء جدایی ناپذیر وجود. این بالاترین مرتبه یه وصفه. زمانی که میگه شما یاران خدا باشید، این به کسی اطلاق میشه دیگه خودشو نمیبینه. دیگه چرت که اون ماشین حساب دستش نیست که بخواد 2 تا 4 تا کنه الان یاری کنم یا نکنم. تو وجودش یاریگری هست. یاریگری خدا هست، جزء صفت او. پس مداومت در جهاد با مال و جان در راه خداست که انسان رو میرسونه به این جایی که مخاطب قرار بگیره حالا بیا یار خدا بشو. برای همین وقتی مثال میخواد بزنه، مثال جالبی میزنه. مثال یاران خدا رو از افراد عادی نمیزنه. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. خدا میخوای برات مثال بزنم، بیا تو این داستانی که عیسی ابن مریم علیه السلام به حواریین اینطور فرمود: من انصاری الی الله. چه کسانی یاران منند به سوی خدا؟ حضرت عیسی علیه السلام یه حل من ناصری سر داده. انا حل من ناصر ینصرنا، امام حسین علیه السلام شعار ابو عبدالله علیه السلام بود، یا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر خدا و مشاهده اون تخلفی که امت مبتلا شد، 3 شبانه روز در خانه مهاجر و انصار رو زد، دعوتشون کرد. اینها رو دعوت کرد که شما یاران خدایید، پس کجایید؟ بیایید. این جریان من انصاری الی الله رو حضرت عیسی علیه السلام بیان فرمود. منتها دقت بکنیم، گفت من انصاری الی الله، چه کسانی یاران منند به سوی خدا. یعنی اگر کسی میخواد یار خدا باشه باید یار حجت خدا، یار ولی خدا بشه. نه اینکه بگه بله من مستقیم یار خدا هستم، کاری هم با ولی خدا، با امام برحق و حجت ندارم. اون که اصلا جریان یار خدا بودن یه نشانه‌ای داره. نشانه داره. قال الحواریون، حواریون گفتند نحن انصار الله، ما یاران خداییم. ببینید جواب عیسی علیه السلام رو ندادن نحن انصار که الی الله، نحن انصار الله. یعنی اونی که تو میخوای ماییم دیگه. انصار الله میشن انصار عیسی علیه السلام، انصار الحسین میشن انصار الله، انصار الله میشن انصار الحسین علیه السلام. نحن انصار الله. چه اتفاقی افتاد؟ یادتون باشه من در جلسه قبلی اشاره کردم، گفتم این سیاق آخر سوره صف داره فرمول ظهور یاد میده. اگر ما رسیدیم به اینجا ظهور اتفاق میفته. ظهور به معنی غلبه دین حق، لیظهره علی الدین کله. چه اتفاقی افتاد وقتی حواریون گفتن نحن انصار الله؟ میفرماید فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. وقتی حواریون اومدن تو صحنه و یاران خدا شدند، عموم بنی اسرائیل به 2 گروه تقسیم شدن. تکلیفشون روشن شد. یک عده مؤمن شدن از تو بنی اسرائیل. این بنی اسرائیلی هستند که ذکرشون تو همین سوره بود، زمان حضرت عیسی علیه السلام که گفت من رسول خدا هستم، انکارش کردن و اینا. یک عده از بنی اسرائیل دیگه تکلیفشون روشن شد، ایمان آوردن. و کفرت طائفه، یک عده هم کفر ورزیدن. الان ما شاهد چی هستیم؟ عیسی علیه السلام در رأس، حواریونی که بعد از عیسی علیه السلام به ایشون لبیک گفتن شدن انصار الله، و بعد در بنی اسرائیل شاهد 2 طیفیم، یک طیف مؤمنان، یک طیف کافران. این جبهه ایمان الان کامل شده، چون حجت خدا در رأسش هست، حواریون ذیلش هستن، عموم مؤمنان هم ذیل اونا قرار گرفتن.
لذا خدا میفرماید فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم. ما اینجا بود که تأیید کردیم، حمایت کردیم و کمک کردیم مؤمنان را بر دشمنشان، علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین، و اینها به غلبه رسیدن. حالا من اینجا قبل از اینکه این بحث رو تکمیل کنم، یعنی یه لوازمی نیاز هست برای غلبه جبهه حق به باطل. احسن. غلبه جبهه حق بر باطل یه فرایندی است. شما مرحله اول تو سوره بهت گفت چی؟ گفت دست از سستی بردار. آره. شعار و شعاری نیست، با شعار خالی نمیشه، باید تو میدان باشی. اون مرحله اول. حاضر شدی دست از سستی برداری، تو مرحله بعدی گفت بیا آقا معامله هم میکنی، بیا پای معامله، بیا پای معامله، ما هستیم، میخوای معامله کنی، جان و مال رو بیار جهاد کن، ما هم اینا رو بهت میدیم. اینم باز کار جبهه حقو به کمال و نهایت خودش نمیرسونه. باید به این مرحله برسه کسانی تو جبهه حق پیدا بشن که دیگه برای یاری کردن خدا ماشین حساب دستشون نگیرن. اینا لذا نگاه کنید تو این آیه یک کلمه نه از بهشت با این حرف میزنه، نه از چیزی. این همونه که قرآن کریم ان الله اشتری من المؤمنین، این دیگه خدا مشتریه، خودشون رو اینا وقف خدا کردن. اگر یه تعدادی از جبهه حق که هممون باید سبقت بگیریم که جز این تعداد باشیم، به این نقطه برسند، این اون نقطه‌ایه که این فرمول تأیید و غلبه مؤمنان بر دشمنشون اینجا امضا میشه. نقطه انصار الله، نقطه انصار الله. در حقیقت حواریون. به خاطر همینه که در بعضی از روایات ما اشاره شده که اصلا سوره صف سوره تربیت اصحاب امام زمان علیه السلام. این که میگن اگه 313 تا باشه دقیقاً همین میکنه، منظور این دقیقاً همین نکته است. جریان حواریون امام زمان علیه السلامه. کسانی که دیگه برای آرمان حق چشم از منافع و مادیات و معنویاتش به عنوان نگاه منفعتی، نگاه منفعت طلبانه دیگه برداشتن. اینا خدا را میخوان، انصار الله هن. انصار الله هن، یارگران خدا. عجیبه، از همون اول فرمایشتون حتی برنامه قبلم که رو تجارت متمرکز شدید، من یاد این فرمایش امام حسین افتادم علیه السلام که میفرمایند عباد 3 گروهن. یک گروهی از ترس خدا رو عبادت میکنن، یعنی عبادت خائفین، اگه اشتباه نکنم خائفین. یک گروه به طمع بهشت و بالاخره اون وعده وعید تاجرین شده، تاجرین، عبادت تاجرین. یک گروه خدا رو عبادت میکنن به خاطر اینکه خدا مستحق شایسته عبادته، کسی جز اون نمیتونن عبادت بکنن. شبیه اینه که شما اینه تو همین مرحله انصار، این مرحله آخره. احسن. تو همین فراز قبل به هر دو اشاره کرده بود. یه ما گفتش که تجارتی تنجی کن من عذاب علیم. آره. از عذاب نمیترسی آقا؟ از عذاب میترسی باید جهاد در راه خدا کن. آره. دومی گفت آقا میبرمت بهشت. بهشت نمیخوای؟ آقا بهشت مادیات، حتی نصر من الله و فتح قریب، همین دنیا نمیخوای پیروز شی؟ آره. اینا تجارت. اما اینجا میگه ببین اونو انصار الله. خب این یه مرتبه‌ایه که ظاهرا خیلی نمیتونن خیلی‌ها بهش راه پیدا. باید براش میگه فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یه قله‌هایی، یه افق‌هایی در قرآن طراحی میشه، شما باید براش نفس بزنی، باید براش بدوی. السابقون اولئک المقربون. درسته ان الابرار ما داریم، ابرار میرن بهشت، اما همه سابقون نمیشن. خب یه معرفت خیلی دوز معرفت خیلی باید بالاتر باشه. بسم الله این گوی این میدان. بعد دوز عمل بله خیلی بالاتر بوده باید باشه، خیلی تقوا باید درجهش بالا بوده باشه، ورع و اینا باشه. خیلی تا این میدونید که بعد بهش برسیم دیگه، گام به گام برسیم، طبیعیه، گام به گام نمیشه. نه اینم حرف غلطیه که پس چون خیلی سخت من نمیخوام بهش. بالاخره همه باید در این مسیر حرکت بکنیم و اینی که ما میگیم که زمینه ظهور رو، حالا به تعبیر شما اون غلبه جبهه حق بر باطل رو زودتر انشالله فراهم بکنیم، هرچی در این مسیر سریعتر حرکت بکنیم، سبقت بگیریم، خب اون شرایط بیشتر زودتر فراهم میشه. دقیقاً. منتها عرضم اینه که همونطوری که حواریون تعدادشون خیلی کمتر بود نسبت به بقیه، همونطوری که حلقه اول دوره ائمه و پیامبران کم بوده، انگار زمان ما و آینده هم همین اتفاق خواهد. حالا راجع به اینا توضیح و تبیین همه این مفاهیم که میدونم اشتیاق دارین راجبش بیشتر توضیح بدین، من و بیننده هامون هم همینطور داریم لذت میبریم. باشه بعد از فاصله که میگیریم باشه. ببخشید ما مجریات یه استاد اینیم که قشنگ خراب کنیم حرفای کارشناسا رو استفاده ببخشید. بریم و برگردیم و استفاده بکنیم از صحبت آقای
صبوحی عزیز. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث اون حسابی گل انداخته و موضوع انصارالله موضوع خیلی تأمل برانگیزیه و من کاملا این شاخک‌های ذهنیم درگیر شده و دارم دریافت میکنم از آقای صبوحی مثل شما. در خدمت. خب بنابراین ما در آیه 14 میتونیم بگیم که سیاق 4 سوره مبارکه صف در 2 طبقه مقصود خودش رو به ما رسونده. طبقه اول یک طبقه عمومی، بله قابل استفاده برای همه میتونیم بیایم به سمتش، مجاهدت کنیم، با مال، جان و منافع زیاد اخروی و دنیوی رو به دست بیاریم. یک تجارتی است که با خدا میکنیم و پرسود. طبقه دوم که طبقه خواصه و البته طبقه خواص بودن به معنی اختصاصی بودن و ممنوع الورود بودن برای بقیه نیست، همه میتونن بیان به سمتش. منتها 100 دیگه که 100 آمد 90 هم پیش ماسته. هر چقدر که بیشتر مجاهدت میکنی، بیشتر به خلوص نزدیک میشی، خب طبیعتاً به این مرتبه نزدیکتر میشی. اون مرتبه جزء یاران ویژه حجت و ولی خدا قرار گرفتن که شما اشاره قشنگی کردید که حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام بیان ایشون درباره اصحاب خودشون میفرمایند که من بهتر از اصحاب خودم اصحابی سراغ ندارم. ببینید به چه مرحله‌ای دست یافتن. این چه نگاهی است که میگه در اون شب عاشورا وقتی که خیمه خاموش شده، این چه نگاهیه که خطاب به حضرت بعد از اینکه بیعت خودشو برداشت گفت میتونید برید. اینا اشک ریختن و صحبت‌هایی کردن که در تاریخ ثبت شده که اگر من در راه شما کشته شوم، دوباره زنده شوم، دوباره با شمشیر کشته شوم، دوباره زنده شوم، تا 100 بار با شمشیر، مرگ با شمشیر رو شوخی حساب نکنید، در راه شما کشته بشم و زنده بشم، باز هم حاضرم که در راه شما زنده بشم و جان بدم و کشته بشم. این برای او امام صادق علیه السلام درباره اصحاب امام حسین علیه السلام مطلبی دارن بسیار عجیبه. میگن اینا از خود بی خود بودن در روز عاشورا، دیگه این خودی نمیدید. ضربه شمشیر که بر بدن او وارد میشد، نه اینکه درد جسمی نداشت، ولی او به اوجی و به نحوهی از ارتباط با معشوق دست پیدا کرده، به درجه‌ای در جهاد در راه خدا رسیده که این ضربه رو حس نمیکنه. بله. حضرت گفتن به این اندازه، نشون دادن به این اندازه حس میشد. چرا راه دور بریم؟ بحثمون انصارالله، سید حسن نصرالله. احسنت. اینا خودشون پیش بینی که آقا منو میخوام بزنن، خیلی راحت، ما دنبال شهادتیم، ما در پی شهادتیم، ما حاج قاسم سلیمانی، همین شهدای عزیزمون در خود بزرگواران، مقتدای این بزرگواران به تصریح خود سید حسن نصرالله، این شخصیت بزرگ رحمت و رضوان خدا بر او باد، به تصریح ایشون که خودش رو پیرو و شیعه و تابع حضرت آقا میدونستن. خب شما حضرت آقا رو ببینید در جمعه نصر، در لابلای این تهدیدهایی که پر کرده بود گوش دنیا رو که ما این نماز جمعه رو خواهیم زد، حضرت آقا میشه امام یک جماعت میلیونی عاشقی که پشت سرش اقتدا میکنن. این نماز الهام بخشی اونجا اقامه میشه که برای همیشه در تاریخ موندگار میشه. حضرت آقا که نوک قله، بعد همه مسئولین تراز اول و درجه یک مملکتمون هم صف اول و دوم. این اون چیزی است که ما باید به سمتش حرکت کنیم. فرهنگ انصاراللهی. و به این ترتیب دسته اینطور باشیم چی میشه؟ خب اینطور این فرمول ظهوره. اگر این اتفاق افتاد، تکلیف عامه مردمی که اونا در حد انصاراللهی نبودن روشن میشه. یک عده میان با نگاه به این انصارالله ایمان میارن، دلاشون قرص میشه، تو جبهه ها میستن محکم. یک عده هم تکلیفشون روشن میشه که کفر میورزن، جبهه حق به کمال و بلوغ میرسه و فرمول ظهور اتفاق میفته. فاصبحوا ظاهرین. اون لیظهره علی الدین کلهی که در آیه 9 بهش اشاره فرمود، فرمولش رو در آیه 14 به ما یاد میده. و اینکه ما چطور باید به مرحله آیه 14 برسیم 10 تا 13 به ما یاد میده که آقا شما باید از این مسیر مجاهدت با مال و جان عبور کنید، ولو نگاه تاجرانه است. آقا من تا مرحله تجارت با خدا رو تجربه نکرده باشم و عبور ازش نکنم، نمیرسم به مرحله عشق بازی با خدا و انصاراللهی. پس این یه دفعه رسیدن نداره، طی مسیر با مجاهدت میخواد.
و اگر انشاءالله این اتفاق بیفته ما هم به آرمان ظهور نزدیک به زمان ظهور دیگه انشاءالله نزدیکیم. آخه اینایی که با این توضیحاتی که شما میدین، توضیحات دیگری که از بقیه اساتید و بزرگان و علما میشنویم، امیدمون خیلی میشه به ظهور. چون ما الان آدمایی که در به در دنبال فدا شدنن، یعنی رسیدن به اون مرحله حواریون و انصار الله رو کم نداریم دیگه، داریم میبینیم دیگه، عینه داریم میبینیم. یعنی فقط از تو کتاب نیست، از تو کتاب اومده بیرون، عینیت پیدا کرد. یعنی اگر انشاءالله یه تعدادی در یک عصر و زمان باشن اینا کنار هم و شرایطش مهیا باشه که به نظر میاد باشه، انشاءالله ما درک بکنیم زود. من یک نکته ای رو فقط به فرمایشتون میخوام اضافه کنم تحت عنوان بصیرت. ببینید از جان گذشتگی خیلی مرحله والاییه، ولی ما فقط هم با سوره صف رو توأم با بصیرت. ما الان در همین فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلب رو شما ببینید، خطاب به مهاجر و انصاری که اینها کی بودن؟ مهاجر و انصار، مهاجران و انصار کسانی بودن، مهاجران کسانی بودن که در نهایت سختی و در نهایت محاصره و فشار به پیغمبر خدا ایمان آوردن، خانه و کاشانه را رها کردند، هجرت کردند. هجرت پدیده عظیمیه، تو قرآن کریم در چندین سوره بهش پرداخته شده. انصار کیا بودن؟ کسانی که جان و مالشون را آماده کردند برای پذیرایی از مهاجران و بعد در کنار مهاجران پای امر دین ایستادن، در چه جنگ هایی که شرکت کردند و چه صحنه هایی رو که اینا رقم دادند. انصار چنین شخصیت هایی بودن. چی کم بود؟ کجای کار میلنگید که سر اون پیچ نتونستن درست بیستن؟ ببینید حضرت زهرا خطاب به میگه ثم رمت به طرفها نحو الانصار فقالت، رو کرد به انصار و اینطور فرمود یا معشر النقیبه و اعضاد المله و حضنة الاسلام ما هذه الغمیزة فی حقی و السنة عن ظلامتی. ای جماعت پاکیزه و نجیب، تعبیر رو ببینید، ای جماعت پاکیزه و نجیب، ای بازوان آیین و شریعت، ای کسانی که اسلام را حضانت کردید، در جوار حمایت خودتون اسلام رو پرورش دادید. تعبیر خیلی تعبیر عظیمیه. این چه چشم فرو بستنی است که درباره حق ما دارید و این چه چرت و غفلتی است در مقابل ظلمی که به ما شد. آجا معذرت بخواهد، این از ابتدای همین سخن از زهرا رو موکول کنیم به برنامه آتی که برنامه جمع‌بندیمون هم هست. با فرمایشات حضرت زهرا و آیات قرآن مباحثمون هم جمع‌بندی بکنیم برنامه آتی. الان وقتمون تموم شده، میترسم دیگه این ناقص بشه. از ابتدای همین فراز رو مد نظرتون باشه. این چه کتابی دستتون؟ این کتاب آتش در نیستان، تدبر در خطبه فدکی. این نویسندش خودتون هستین؟ آتش در نیستان، تدبر در خطبه فدکیه. آتش در نیستان اسم کتاب هست، نویسندش هم آقای صبوحی عزیز هستن. نگاه تدبری خلاصه به همه موضوعات از جمله آیات قرآن و روایات و این کتاب دارن که انشالله تهیه بکنید برای کسانی که میخوان توضیحات مبسوط و در واقع دسته‌بندی شده از خطبه فدکی از زهرا داشته باشن. این کتاب خیلی خوبی خواهد بود. خیلی ممنونم استفاده کردیم. 274 بود برای برنامه آتش. هوامی ندارین؟ سلامت باشید. محبت دارید. اجرتون با حضرت زهرا. ممنون. خیلی ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. انشاءالله که من و شما همواره زندگیمون در پناه حضرت زهرا، پدر، همسر و فرزندانشون سلام الله علیهم اجمعین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خدا.